خوش آمدین. اگر شما سمت سوی تازه‌ای که در روابط ترکیه و روسیه دیده میشه را بررسی بکنین، خصوصا با توجه به جهتگیری عمده‌ای که در سیاست خارجی خود ترکیه داره. درود بر شما و استاد خطیبی بزرگوار و بینندگان عزیزتان. نکات جالب را استاد خطیبی اشاره کردن و میخوایم که بیشتر در مورد ای که چرا ترکیه خواست دوباره روابط خود با روسیه گسترش بده و بهبود بده. مسئله اصلی است که وقتی که این حادثه سقوط جنگنده روسی اتفاق افتاد، ترکیه بر امیدی بود که بتانه از این چون در عین حال اتحادیه اروپا و روسیه روابط نچندان خوبی داشتند و تا فعلا هم نچندان خوبی دارند، از این جو استفاده ببره که متاسفانه نتونست که کوشش های زیادی را کرد، نتونست دستاوردهای قابل ملاحظه در جهت قناعت دادن رهبران سیاسی اتحادیه اروپا در هماهنگی با خواستها و دیدگاه هایی که ترکیه در قبال روسیه داشت را بتونه هماهنگ بسازه و قناعت رهبران اتحادیه اروپایی را جلب کنه. و این خاطر وقتی که در حاشیه قرار گرفت و به انزوا کشانیده شد، نه تنها در سطح منطقه و در سطح جهان دوباره دست به کار شد و این شرایطی که آقای پوتین برای روابط عادی سازی روابط دوباره با آقای اردوغان پیشنهاد کرده بود، 3 شرط بود که شرط اولش پذیرفته شد که همین پوزش خواهی بود. شرط دوم است که افرادی که مرتکب چنین خطایی شدن باید دادگاهی شوند و شرط سوم پرداخت غرامت است که قراره که وزیر سخنگوی وزارت خارجه روسیه و سفیر روسیه در ترکیه اعلام کردند هیئت مشترک جهت برآورده شدن شرط دوم و شرط سوم ایجاد شده که بتونه که هر 3 شرطی که آقای پوتین و یا کشور روسیه به خاطر عادی سازی روابط خود با ترکیه گذاشته بود محقق شد. بعد از اون اما آقای طاهری، با توجه به اتفاقات اخیری که در منطقه افتاده و عدم حمایتی که از ترکیه شما صحبت کردین، در حال حاضر با جایگاهی که ترکیه داره در کل، فکر میکنین با سیاست های جدیدی که پیش میکنه ترکیه، بهبود روابطش با اسرائیل و حال هم با روسیه را، فکر میکنین این تلاش هایش آیا میتونه نتیجه مثبت برای ترکیه داشته باشه؟ دقیقاً ببینین همین کار قرار که دیگر آگاهان سیاسی مطرح میکنند. باید آقای اردوغان در ماه‌های یا هفته‌های نخستین ایجاد تنش روابط میان روسیه و ترکیه میکرد، ولی آقای اردوغان به این دیدگاه بود که میتونه از این روابط تنش با وجود آمدن تنش روابط روسیه بتونه خود را به اتحادیه اروپا نزدیک بسازه، روابط خود را، و بتونه از این بهره برداری کنه و یا استفاده ببره. ولی در طول چند ماه و یا سالی که از تنش روابط بین روسیه و ترکیه میگذره، آقای اردوغان و دستگاه دیپلماسی ترکیه کوشش های فراوانی را کردند که بتونن قناعت رهبران اتحادیه اروپا و کشورهای اروپایی را به دست بیارن و بتونن سیاستی که روسیه در ترکیه داره جاگزین سیاست اروپایی را بسازه که در این کار موفق نشد. به این خاطر دست به دامان روسیه شد که هنوز هم ما این را به فعال نیک میگیریم، میتونه افزایش در منطقه و جهان داشته باشه. تشکر. آقای خطیبی، با توجه برای ترکیه و روسیه، خصوصا برای ترکیه میبینید؟ کشور سوریه و عراق چندان نتایج داشته باشه در بخش اقتصادی که اگر ما
نظری داشته باشیم، میبینیم که ترکیه در پیش از اینکه تنش بین هر دو کشور شروع شود، ترکیه تنها 30 میلیارد در 2014 روابط تجاری، اقتصادی و گردشگری با روسیه داشت و این مقدار در 2015 به 4.5 میلیارد دلار رسید و بیشترینش هم قراره که گزارش داده شده از بخش توریسم و همو گردشگری است که منفعت ترکیه بوده در طول مدت و همین مقدارم در تنها در 2016 که 6 ماه 2016 گذشته فراتر رفته. یعنی اقتصاد ترکیه عقبگرد قابل ملاحظه بعد از ایجاد تنش روابط میان روسیه و خود ترکیه داشته. باز هم تاکید ما است که ترکیه پس از ایجاد تنش روابط روسیه با روسیه میخواست که قناعت‌های و یا نگاه مالی و نگاه گردشگری و نگاه روابط سیاست خارجی خود با اتحادیه اروپا که همان پیوستنش به اتحادیه اروپا بود بتونه قناعت اتحادیه کشورهای اتحادیه اروپا را به دست بیاره که موفق نشد. ما میبینیم که وقتی که ترکیه میخواست حمله کنه با داخل خاک عراق شود و یا حمله مستقیم بالای مناطق کردنشین سوریه کنه، هیچ نتونست هماهنگی کشورهای اتحادیه اروپا را به دست بیاره و حتی امریکا که قرار گفته استاد خطیبی روابط راهبردی میان امریکا و کشور ترکیه وجود داره و در ضمن وقتی که تنش بین کشور ترکیه و روسیه به وجود آمد، ترکیه قرار بود که میخواست که حمایت‌های ناتو را با خود داشته باشه. اگر قرار باشه جنگ در میان هر دو کشور داشته و از این نگاه ناامید شد. ناتو جواب پاسخ منفی داد، چون گناهی که ترکیه مرتکب شده بود نظر به یعنی در آن زمان بدیل‌های دیگه هم داشت. گناهی که همون سقوط جنگنده که بود و این بیانگر این نبود که روسیه در خاک ترکیه تجاوز کرده باشد. در حدود گفته های وجود داره که نیم دقیقه این هواپیمایی که سقوط داده شده از در مرز ترکیه بوده و این هدفی بوده که در سوریه جابجا بوده و این را نتانست که دلیل موجه ارائه کنه به کشورهای ناتو و اروپایی. به این خاطر ناامید گشت از این کارهای دوباره دست و پاچه شد و رفت تا روابط خود گسترش و بهبود بده با کشورهای اروپایی. و این آقای تا بیشتر ما صحبت کردیم که چه دلایلی منجر میشه که دوباره ترکیه به دامن روسیه بره، اما آنچه که روسیه را دلایل مشخصی که روسیه را موافق بر این میکنه که رابطش با ترکیه بهبود یابه بیشتر صحبت کنید و در رابطه با تهدیدهای مشخصی که هر دو کشور میتونه تهدید بکنه و نگرانی هایی که در رابطه با این تهدیدها دارن و در نهایت ائتلافی که در بحث مبارزه مشترک علیه تروریسم وجود داره. دقیقاً ببینید ما قراری که در گزارش هم آمد، شما هم گفتین وزیران خارجیشان روی موضوعات مختلف صحبت کردن، هر جمله هماهنگی و کار مشترک در از بین بردن دهشت افغانان در منطقه خاورمیانه و سوریه و تنش روابط بین ترکیه و سوریه میتونه که تنش در خاورمیانه و گروه های دهشت افغان این فرصت این را نصیب کنه که پایگاه های خود تقویه ببخشن که شما شاهد 9 بار در یک ماه شاهد عملات انفجاری و انتحاری در خود ترکیه می باشین که یک رقم قابل ملاحظه در طول 14 سال و یا 10 سال گذشته را در ترکیه را نشان میدن. ترکیه از جهت روسیه مشکلاتی که برش ایجاد کرده بود که نمیتونست از فضای ترکیه استفاده لازم ببره و بتونه مسائل مواد عملیاتی و یا مسائل مالیاتی خود را در ارتباط با
تشکر آقای طاهری. در پایان بسیار کوتاه اگر اشاره بکنیم که بحث عمده مبارزه علیه تروریسم بین این دو کشور مطرح شده، چقدر این دو کشور میتونن در این بحث همدیگر کمک بکنن و موثر واقع بشن برای هم؟ هماهنگی و همکاری دو کشور باعثی خود شد که یک فضای خوبی در منطقه با وجود بیاره و بتونه که روابط دو کشور اگر صادقانه باشه بتونه که پایگاه های داعشی و دیگر دهشت افغانانی که در منطقه و خاورمیانه جا افتادن بتونه از بین ببره و این باعث صلح و ثبات نه تنها در ترکیه شود که کشورهای منطقه و روسیه میتونه از این سپاسگزاریم. تشکر از شما. سعید اکرام طاهری، آگاه روابط بین الملل از هالند بودن.